سلام دوستان، چطور؟ خیلی خوش اومدیم با گیم پلی سرور گانمکس. اولین ویدیوی من هست. خیلی هم باحال و جذاب گذاشتم که موضوع خوبی باشه. میخواییم بریم تست آتش نشانی بدیم. فقط قبلش حتما لایک و دنبال بکنیم. توی نظرات هم میخواییم یکی بگیریم و بهش 20 کار بدیم. حالا یکی تو نظرات پیدا میشه، پس حتما کامنت بذار، شاید برنده خودت باشی. خب بریم تو گوشی پیدا کنیم، ببینیم کجا باید بریم. خب اول باید بریم پایگاه آتش نشانی پیدا کنیم، بعد بریم. نیست کجا رفت؟ همین الان دیدمش. کجاست؟ ایناش. برو بریم لیتس گو. شرمندگی لگم، حواسم نبود باتری رو لپتاپ موند و من وقتی باتری رو لپتاپمه یکم لگ میشه. اصلا حواسم نبود. ولی خب حالا بریم تست بدیم، شما هم ببینیم از تست آتش نشان فیض بریم. آخر ویدیو هم براتون کیت آتش نشان رو میذارم، میبینیم چه شکلی. خب حالا بیا بریم پیداش کنیم. حتما کامنت بذارین. شاید بیسکه خودت بردی، بیسکه مفتم بردی، خودش خیلیه. ای وای، بازی باگ شد. بچه ها نگاه، این تقصیر من نیست، خدا اصلا ربطی هم دیوایس هم نه. یا مشکل اینترنتیه یا مشکل خود سرور، چون سرورش همیشه همینجوری لگ. حالا وقتی آتش نشان شدیم قراره با همگی گیم پلی هم ازش بریم. حالا اگه حمایت خوبی بشه از رول پلی گانمکس، حالا یا بریم پیداش کنیم بعد حرفش بزنیم. خب بچه ها رسیدیم. اینم از مکان تست. سلامی برو بچه گایز. راستی صدا میکنم بچه ساله، نکنیم بچه ساله. بچه نیستم، میکنم صدا بچه بود. البته نمیخوام شاید شما فکر کنیم بچه کنیم نیست. کامنت ها رو واسه همچین چیزایی گذاشتم. سرعت ویدیو رو میبرم بالا دیگه. از اینجا شما یکم اذیت نشین تا موقع که تست. خب رسیدیم تو مکانی که باید تست بدیم. حالا باید صبر کنیم. پیداش کردم. برو بریم لیتس گو.
خب اینم از کیت فایر فایتر. بریم نگاش کنیم. خب این کپسولشه. اینم بیسیم و لباساش که الان میپوشه.